چالش 4 تا نوشیدنی گرم برای روزهای سرد پاییز. سیوش کن که حتما به دردت میخوره. به آشپزخونه شف اسفندیه خوش اومدین. اولین نوشیدنی شیر، شکر، نشاسته ذرت، زعفرون، هل و گلاب رو میذاریم رو شعله گاز. یکم که خودشو گرفت، نوشیدنی زعفرونیمون آماده است. دومین نوشیدنی شیر، نشاسته ذرت، شکر و پودر کاکائو رو با هم مخلوط میکنیم که کاکائو گلوله نشه. 2 تیکه شکلات تلخ میذاریم رو شعله. نوشیدنی شکلاتی یا همون هات چاکلتمون آماده است. سومین نوشیدنی شیر، شکر، نشاسته ذرت، پودر پسته، 2 تیکه شکلات سفید میذاریم رو شعله. نوشیدنی پسته ایمون آماده است. چهارمین نوشیدنی شیر، شکر، نشاسته ذرت، پودر نارگیل، 2 تیکه شکلات سفید، چند تیکه چوب دارچین میذاریم رو شعله. نوشیدنی نارگیلیمون آماده است. لایک کن و این 4 تا نوشیدنی رو حتما امتحان کن که تو روزهای سرد پاییز خیلی میچسبه.